باعث تأسف است که بعضی نفران جنایت پیشه و فرصت طلب برای عملی ساختن نیت‌های ناپاک خویش دست به کردارهای خلاف قانون میزنند و حیات خود و دیگران را زیر خطر گذاشته سالهای طولانی عمر عزیز خویش را پشت پنجره‌های زندان سپری می‌کنند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه وخش و ناحیه جلال‌الدین بلخی 2 نفر از شهروندان را با گمان دزدی مالکیت ساکنان ناحیه‌های مذکور بازداشت نمودند. شهروند امینов سهراب سالی تولدش 1995 استقامت کننده شهر باختر شب 3 می سال روان در حدود ناحیه وخش جماعت شهرک کیرف هنگامی در منزل استقامتی زرقرایف محیدین در مهمانی قرار داشتنش به باوری صاحب خانه در آمده از داخل جیوانی حجره 80,000 سامانی مبلغ پولی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است که با این کردارش به صاحب ملک ضرر به مقداری کلان رسانیده است. بچه‌م میخیزه ساعتی دیشب دادا ها ای سهراب کو سهراب میگن. من میگم اگه میدونم سهراب میگه سهرابم نیست شما را ورداش برفتیم. ساکنی ناحیه جلال‌الدین بلخی رحیم صدرالدین سال تولدش 1987 که پیش با ماده‌های 200 و 244 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان 4 مراتب به جوابگری جنایتی کشیده شده و ادای جزا کرده باشد هم از این به خود خلاصه‌ای در کاری نبرآورده درست است که میگویم باری کج به منزل نمیبرد. چنانچه شب 29 می سال روان گمانبر شده رحیمov از نبودن آدمان در گرد و اطراف استفاده نموده در او تیرزه های مغازه سلطنت واقع در جماعت کلین ناحیه بلخی را که به صاحبکار سالی فرقجان تعلق داشت شکسته با مقصد دریافت مبلغ پولی وارد فروشگاه میگردد که در همین اثنا صاحب ملک او را در جای حادثه دستگیر نموده به کارمندان میلیسیا خبر میدهد. در حالت ریتسیدیوی و جامعه خوفناک صادر گردیدن جنایت از جانب گمانبر رحیمov صدرالدین جرم او را در نزد قانون وزنین‌تر نموده و او را میباید بهای کردارهای صادر نموده اش را پردازد. سبب دست به دزدی زدم می نوشیدم کم خمیش. عین زمان گمانبران در حبس پیشکی قرار داشته نسبتشان در شعبه‌های تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه وخش و ناحیه جلال‌الدین بلخی با ماده 244 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.